بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی ما شما قیمت پولینوم چطور ما شما برگزار میکنیم یا قیمت پولینوم چطور ما شما پیدا کرده میتونیم. در اینمی حالت اگر در جای متحول یا در جای مجهول ما شما قیمت حقیقی وضع بکنیم و نموجه قیمت پولینوم به دست میاد. مثلا اینجا یک پولینوم بر ما شما داده، پولینوم x مساوی میشه 3x جمع 2. اگر در جای x مساوی باشه که 2 در جای x ما شما 2 را وضع بکنیم حاصلشان چی میاد؟ من طرف p 2 یعنی اینمیال اگر در اینمی پولینوم در هر جای به نظر ما شما x میامد، پیش روی ما x میامد، در جایشان ما شما چی؟ 2 قیمت میدیم. یعنی 3 ضرب 2 3 ضرب 2 جمع 2. پس اینمی پولینومی 2 مساوی میشه 3 ضرب 2 6 جمع 2. پولینومی 2 مساوی میشه 6 جمع 2 8. اینمی 8 قیمت اینمی پولینوم به دست آمد. میایم طرف پولینوم دیگر px مساوی میشه پولینوم x مساوی میشه 2x مربع منفی 7x جمع 1. اینمی گفته که اینمی قیمتاش ما اینمی جواز بکنید در اینمی پولینوم 5 منفی 1 و 0 که چند قیمت به دست میآید؟ اینمی قیمت پولینوم به دست میآید. پولینوم 5 مساوی میشه 2 ضرب به جای x ما شما چی میگذاریم؟ 5 مربع منفی 7 ضرب x در جای x چی میگذاریم؟ 5 و جمع 1. پولینوم 5 مساوی میشه 5 مربع کنیم 25 میشه، یعنی 2 ضرب 5 مربع 25 منفی 7 ضرب 5 چند میشه؟ 35 جمع هم 1. پولینوم 5 مساوی میشه 2 ضرب 25 50 منفی 35 و مثبت 1 چند میشه؟ 34. پولینوم 5 مساوی میشه از 50 اگر ما شما 34 را تفکیک بکنیم چند به دست میاد؟ 16. اینمی 16 قیمت اینمی پولینوم شد اگر ما شما در جای متحول یا در جای مجهول 5 را وضع بکنیم یعنی 5 قیمت بدیم حاصل چی میاد؟ 16. پولینوم اینمی 2x مربع منفی 7x جمع 1 چند آمد؟ 16. میایم اینمی منفی 1 را وضع میکنیم. پولینوم منفی 1 مساوی میشه 2 ضرب منفی 1 مربع منفی 7 ضرب در جای x چی میگذاریم؟ منفی 1 جمع هم 1. پولینوم منفی 1 مساوی میشه 2 ضرب منفی 1 را اگر مربع کنیم چی به دست میاد؟ منفی 1 ضرب منفی 1 یعنی منفی ضرب منفی چی میشه؟ منفی ضرب منفی مساوی میشه و مثبت. خب اینمی منفی 1 ضرب منفی 1 چند میشه؟ مثبت 1 ضرب 1 منفی ضرب منفی پس چند میشه؟ چی میشه؟ مثبت میشه. یعنی مثبت میکنیم 7 ضرب 1 هم 7 و جمع 1. پولینوم منفی 1 مساوی میشه 2 ضرب 1 2
جمع افت جمع یک 8 پولینومی منفی یک مساوی بشه 2 جمع 8 یه هم 10 اینه اگر ما شما در اینمی پولینوم قیمت منفی یک را وضع کنیم حاصلشان اینمی قیمت اینمی پولینوم چنده 10 مثبت 10 به دست میاد من طرفی اگر ما شما اینمی صفر را وضع کنیم باز حاصلشان چی به دست میاد یعنی پولینوم نوشته میکنیم پولینوم x مساوی میشن 2x مربع منفی 7x و هم مثبت 1 در این پولینوم ما شما اگر نمیالی صفر را وضع کنیم p صفر یعنی اگر نمیالی این پولینوم در هر جای x به دست به نظر ما شما میامد پیشوری ما میامد چی وضع میکنیم صفر 2 ضرب صفر مربع منفی 7 ضرب صفر جمع هم 1 p صفر مساوی میشه صفر را اگر ما شما مربع کنیم هر چقدر توانش باشه پس چی میشه صفر میشه یعنی 2 ضرب صفر مربع شد پس صفر میشه منفی 7 ضرب صفر چی میشه صفر جمع هم 1 پولینومی اگر ما شما در این پولینوم صفر وضع کنیم به 2 ضرب صفر چی میشه؟ او هم صفر منفی صفر جمع هم 1 پس صفر صفر کدام معنی نداره میایم تنها از چی میمانه؟ 1 پی صفر میمانه 1 اگر ما شما در این پولینوم صفر را وضع کنیم یا در جای متحول یا در جای مجهول صفر را وضع کنیم قیمت صفر را بیتیم چی حاصل میایم؟ حاصلشان 1 به دست میایم اینمی گفته اگر یک دایره را ما شما پیدا کنیم یا مثلا مساحت محیط دایره را خواسته و نمو را چطور پیدا کردن میتونیم محیط دایره یعنی سی مساوی میشه 2 پای r قیمت پای برای ما شما داده که پای مساوی میشه 22 تقسیم به 7 یعنی قیمت پای اگر ما شما این 22 رو به 7 تقسیم کنیم پس اون قیمت پای برای ما شما به دست میاد r هم دادن که r مساوی است تقریبا 3.5 است انشاءالله 3.5 سانتیمتر اگر شعاعی یعنی دایره 3.5 سانتیمتر باشه پس شما معلوم کنید که محیط دایره چند است اونم رو ما پیدا کنیم میایم سی مساوی میشه 2 ضرب قیمت پای چند است 22 تقسیم بر 7 ضرب قیمت r چند است 3 ضرب یا 3.5 یکی بر 2 سانتیمتر خب میایم سی مساوی میشن این را که صورت ضرب میکنیم مخرج از چند است مخرج از 1 است مخرج اگر هر عدد مخرج نداشت مخرجشان چند است 1 است پس صورت ضرب صورت مخرج ضرب مخرج 2 که ضرب 22 چند میشه 44 تقسیم 1 ضرب 7 هم 7 ضرب این را ما شما چه میکنیم غیر واجب 3.5 است 3.5 مسیر ما شما غیر واجب میکنیم اگر غیر واجب کنیم 3 ضرب 2 چند میشه 6 جمع 1 که صورت که مخرج ضرب میکنیم و صورت که جمع میکنیم 3 ضرب 2 6 جمع 1 هم 7 بر 2 به دست میاد سانتیمتر یعنی سی مساوی میشه اگر نمیالی جمع شما اینو اختصار بکنیم اختصار کردن میتونیم اینو 7 را که 7 اختصار میکنیم یا 7 را که 44 ضرب میکنیم و 7 را که 2 ضرب میکنیم پس مشکلی نیست 2 تقسیم بر 2 1 44 تقسیم بر 2 22 این میایم
22 سانتیمتر محیطی انمی دایره به دست میآید. انمی یک مثال دیگه برای شما دادم، مثال دوم شما حل کنی و مثال چهارم هم شما حل بکنی. انشاءالله آسان تیار حل شدن. یک فعالیت برای شما دادم، اونمو در فعالیت گفته اگر یک استوانه باشن در فعالیت که باشن اونمو شعاع برای شما داده و اینطور یک فعالیت است که یک استوانه است خوش میشه شما پیدا بکنی. اگر فرمول برای شما داده شعاعشان 5 سانتیمتر باشن و ارتفاعشان 21 سانتیمتر باشن شما خوش میشن پیدا بکنید. میایم اینه برای شما پیدا میکنید. خب اول خب میایم اینه میگه با شما فرمول حجم چیست؟ فرمول حجم استوانه وی مساوی میشه به پای آر مربع ضرب اچ. پای آر مربع ضرب اچ. الیمنت آر بر ما شما داده که آر یعنی شعاعشان مساوی است که 5 سانتیمتر و اچ هم مساوی است تقریبا 21 سانتیمتر. شما حجمشان پیدا بکنید که حجمشان چند است. حجم نمی استوانه را پیدا بکنید که حجمشان چند است. وی مساوی میشن قیمت پای چند است؟ 22 تقسیم بر 7 22 تقسیم بر 7 ضرب آر شعاع چند است؟ 5 سانتیمتر 5 سانتیمتر کل مربع. آر مربع است ایره کل مربع میکنیم ضرب اچ قیمت اچ چند است؟ یعنی ارتفاع استوانه چند است؟ 21 سانتیمتر. خب وی مساوی میشه یعنی حجم اینمی استوانه مساوی میشه 22 تقسیم بر 7 ضرب 5 را که مربع کنیم 5 ضرب 5 25. یه کل مربع است که کل مربع شد یعنی سانتیمترش هم مربع میشه یعنی سانتیمتر مربع ضرب 21 سانتیمتر. خب الیمنت آفت را کردی 21 اختصار میکنیم. 21 در صورت است و این در مخرج است. آفت تقسیم بر آفت 1 21 تقسیم بر آفت چند میشه؟ 3. وی مساوی میشه 22 ضرب 25 سانتیمتر مربع ضرب هم 3 سانتیمتر. میرم اینه را ضرب میکنیم. اما در ما شما اینه را ضرب میکنیم. خب 22 را ضرب میکنیم کردیم 25 5 ضرب 2 10 یک هستی 5 ضرب 2 10 یک هم هستی اینو شد 11 2 ضرب 2 4 و 2 ضرب 2 هم 4 صفر جمع کنیم یک جمع 5 یک جمع 4 5 یک جمع 4 هم 5. خب اینمی خو از اینمی دو جزر کنیم اینمی 550 حاصل به دست آوریم. اینمی دیگه که سی هم که چند ضرب میکنیم ضرب چی؟ ضرب 3 3 ضرب 0 3 ضرب 5 15 یک هم حاصل 3 ضرب 5 15 یک هم بود حاصل 16 150 حجم شنانه. واحد حجم چیست؟ واحد فاصله سانتیمتر است. واحد مساحت سانتیمتر مربع
وواحد حجم سنتيمتر مكعب يعني متر مكعب يعني كيلومتر مكعب يعني وی مساوی میشه 1650 سانتیمتر مربع ضرب سانتیمتر وی مساوی میشه 1650 اینطور کلمه داریم که از قاعده یک قاعده میگیریم سانتیمتر توانهایشان جمع میکنیم توانی چند است؟ دو و توانی ای چند است؟ یک دو جمع یک چند میشه؟ سه این هم شد حاصل انمی حجم یک استوانه اگر شعاعشان 5 سانتیمتر باشه و ارتفاعشان بلندیشان 21 سانتیمتر باشه حجمشان چنده؟ 1650 سانتیمتر مکعب این بود درس امروزه ما شما که قیمت پولینوم چطور ما شما این چی بود؟ کلی متحول بودن که ما شما حل کردیم چی بود؟ متحول بودن که ما شما قیمتشان گذاشتیم آنموز قیمت را وضع کردیم و حاصل آنمو پولینوم را به دست آوردیم یعنی کلی پولینوم هست نیست تنها خواهد ضروری است که این اکس مجهول باشه ما شما دیگر کدام حرف دیگر آورده نمیتونیم یعنی کلش متحول هستند که ما شما قیمتشان گذاشتیم و حاصل را به دست آوردیم دو سوال که مثلا نمیز کتاب هستند دوم و چهارم باز شما حل کنید انشاءالله مشکل نیست یعنی میره پاسم تکرار کنید تشکر